سلام دوستان، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی هستم. این فرمانه یکی از فرماندهان مغول برای معافیت از یک زمین از مالیات. حدود 700 خورده سال خدمت این زمان، در حدود 700 خورده سال پیش این هنر خطاطی در ایران بوده و من واقعا شگفت زده شدم. این دوتا مهر اون فرمانده مغوله که مهر زده پای این فرمان رو که این زمین که من میگم باشه. قبلای خان مغول دستور ابوسعید سلطان از سلاطین و فرماندهان مغول که زمین را از مالیات معاف می‌کند. او 2 مهر خود را بر روی این سند و 6 مهر دیگر را بر پشت این سند میزند تا بتواند این سند در تاریخ ماندگار شود و امروز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی این سند را شما مشاهده می‌کنید. فرمان سلطان ابوسعید مغول، خاک بر سر مغول.